بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستای عزیز، برادران و خواهرای گرامی، ما و شما در ششمین درس از کتاب الاربعین امام اجری رحمه الله تعالی هستیم. الله را شکر میگیم که تانستیم 5 درس بگذرانیم، 5 درس از کتاب الاربعین بخوانیم. 12 حدیث خواندیم. امروز در حدیث 13 میرسیم. حدیثی که امروز میخوانیم در بیان افتراق امت است، تقسیم شدن امت به 73 گروه میباشه. حدیثی که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودن: لا یأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل، همانا بر امت من میآید او چیزی که بر بنی اسرائیل آمد. بر بنی اسرائیل چی آمد؟ تفرق بنو اسرائیل على 72 مله، بنی اسرائیل به 72 فرقه تقسیم شدن، به 72 گروه تقسیم شدن. و ستفترق امتی على 73 فرقه، و امت ما به 73 گروه تقسیم میشن. كلهم في النار الا ملت واحده، همیشان در آتش هستن مگر ملت واحد، گروه واحد. صحابه پرسان میکنن: یا رسول الله، من هذه المله، این ملتی که نجات پیدا میکنه، این گروهی که نجات پیدا میکنه و در دوزخ نمیره، کدام گروه هستن؟ رسول صلی الله علیه وسلم میگن: ما انا علیه و اصحابی، او راهی که من هستم و صحابیم است، او راهی که من هستم و صحابیم است. ما و شما در سومین درس از این کتاب مبارک خواندیم. در از یک حدیث خواندیم که رسول صلی الله علیه وسلم در اونجا بیان میکنن که بعد از ما شما اختلاف میکنین. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، کسایی که بعد از ما میآیند زندگی میکنن اختلافات زیادی را میبینن. فعليكم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، پس در زمانی که اختلافات زیاد میشه سنت مرا و سنت خلفای راشدین، سنت خلفایی که بعد از ما میآیند اونا رو محکم بگیرین. عضوا علیها بالنواجذ، که حتی رسول صلی الله علیه وسلم میگن سنتای ما را چنان محکم بگیرین حتی به دندانهایتان، 4 دندان بزرگی در دهن میباشه، دندانهای آسیابی که میگن. رسول صلی الله علیه وسلم میگن به این دندانهایتان سنت ما را محکم بگیرین در زمانی که فتنه ها، در زمانی که اختلافات زیاد میشه. و ایاکم و محدثات الامور، دور باشین از بدعت هایی که در دین میآید. فان کل محدثه بدعه، زیرا هر نوع آوری بدعت میباشه. و کل بدعت ضلاله، و هر بدعتی هم گمراهی است. و در درس ما بیان کردیم که رسول صلی الله علیه وسلم تنها فرقه ناجیه را، طایفه‌ای که نجات پیدا میکنه از این فرقه ها و از این مذاهب و از این گروه ها در زمان اختلافات، تنها فرقه ای است که به مسیر رسول صلی الله علیه وسلم و مسیر یارانشان قرار دارند. و ما بعضی از اقوال ائمه سلف خواندیم در او درس که ائمه سلف تقلید از صحابه را لازم می‌دانستند. تقلید از صحابه، تقلید از پیامبر صلی الله علیه و سلم و تقلید از صحابه را لازم می‌دانستند. و اقوالی را از امام بربهاری رحمه الله، امام احمد رضی الله عنه و امام حرب کرمانی رحمه الله، از امام دارمی و امثالشان، از امام ابن سیرین و امثالشان اقوال بر آوردیم. و حدیث دیگری که میخوانیم، این حدیث دیگری است که رسول صلی الله علیه وسلم میگن: تفرقت بنو اسرائیل على 71 و امتی تزید علیها كلها في النار الا سواد الاعظم. رسول صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگه میگن که بنی اسرائیل به 71 گروه تقسیم شدن و امت مکه از او زیادتر میشه، کلش در آتش میره مگر سواد الاعظم. سواد یعنی گروهی که بزرگ است، جماعتی که بزرگ است. و مردم بعضی ایتو فکر میکنن جماعت بزرگ یا سواد الاعظم که در این حدیث گفته شده منظور میگن کسی است که در کثرت باشه، کسانی که در زیاد باشن. فکر میکنن هر کسانی که زیاد باشن و در کثرت باشن، در شوکت و در قدرت باشن، آنها طایفه برحق هستند. و ایره انشاءالله ما اقوال صحابه را میخوانیم که صحابه رضی الله عنهم ایره واضح و تشریح میتن که این چی است. حدیثی است که عمرو بن میمون رحمه الله روایت میکنه که یک تابعی بزرگوار است، میگه: قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى وريته في التراب بالشام.
میگه در زمانی که رسول صلی الله علیه وسلم حیات داشتن، معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه به سوی ما آمد و ما او را دوست گرفتم و واقعا از قلب خود او را دوست داشتم و همراهش بودم تا زمانی که الله سبحانه و تعالی او را گرفت، یعنی وفات کرد. میگه ثم لزمت افقه الناس بعده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. میگه ما با عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بودم. یک روز برش گفته شد که مردم نمازها را کس دیر نماز میخوانن، نماز عصر دیر میخوانن، نمازها را دیر میخوانن. میگه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفت که صلوها فی بیوتکم، شما نمازهایتون در خانه‌تون بخوانین، و جعلوا صلاتکم معهم صبحا، و بیاین با اینها نماز بخوانین. نمازی که با اینها میخوانین نماز نفل است. میگه قال عمرو بن میمون فقیل لعبد الله بن مسعود و کیف لنا بالجماعه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفته شد چطور میشه جماعت؟ ما اگر بیایم به خانه خود نماز بخوانیم باز بریم همراه آنها بخوانیم، این خود شق و صف میشه، یعنی جدا شدن از جماعت میشه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگه یا عمرو بن میمون ان جمهور الجماعه هي التي تفارق الجماعه. میگه این مردمی که میبینیم امروز در اکثر هستن، جماعت که مشهور هستن، اینها جماعت نیستن، در حقیقت اینها از جماعت جدا شده هستن. میگه جماعت کی است؟ انما الجماعه ما وافق طاعت الله و ان كنت وحدك. میگه جماعت او است که اطاعت الله را بکنه و اگرچه تنها باشی. جماعت او است که در اطاعت الله باشه ولو که تنها باشه، انسان تنها باقی بمانه. یه حدیث خواندیم که حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه واضح توضیح میده که جماعت او است که موافق حق باشه، موافق با منهج رسول صلی الله علیه و سلم باشه. جماعت او است که طاعت الله سبحانه و تعالی را بکنه ولو که او جماعت کس انسان یک نفر باشه، تک و تنها باشه. مثل که امام احمد رحمه الله در زمانش بود. در زمان امام احمد رحمه الله خلیفه کافر شد، حکومتشان حکومت جهمی ها شد، والی ها و قاضی ها و مفتی ها همه ایشان که بودن در فتنه خلق قرآن، در فتنه جهمیه گرفتار شدن. نه تنها خلق قرآن بلکه کفریات بیشتری که جهمیه داشتن در فتنه آنها گرفتار شدن، مگر امام احمد رحمه الله تنها ماند. مردم آمدن به خلیفه گفتن یا امیر المؤمنین اتكون انت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل واحمد وحده هو على الحق. نتانستن این مسئله را هضم کنن. گفتن ای امیر المؤمنین آیا امکان داره تو و قاضیایت و والیهایت و فقهایی که داری و مفتیهایی که داری کلش در باطل باشن و احمد تنها خودش در حق باشه؟ گفتنی اصلا این چیز امکان نداره. این مردم که از این حدیثی که در جماعت است، رسول صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگه گفتن شما جماعت محکم بگیرین، جماعت امت مرا محکم بگیرین، و گفتن که هر کسی که از جماعت دور میشه و در آتش انداخته میشه. از او خاطر یعنی بعضی کسا فکر میکنن جماعت او است که تعدادش زیاد باشه و کثرت داشته باشن، قوت و شوکت داشته باشن. ما دیدیم که در زمان امام احمد رحمه الله امام احمد تک و تنها بود و این جماعت که از خودش بود. جماعت کی بود؟ امام احمد رحمه الله بود با چند نفری که در منهج اهل حق مانده بودن. از او خاطر امام اسحاق بن راهوی در کتاب الحلیه میگه لو سألت الجهال من السواد الاعظم قالوا جماعة الناس. میگه اگر از انسانهای جاهل پرسان بکنی که سواد الاعظم یا جماعت بزرگی که در رسول صلی الله علیه وسلم از یاد کردن اونا چی کسانی هستن؟ میگن که جماعت الناس، میگن جماعت مردم، کسانی که مردم هستن. فکر میکنم اینها هستن. میگه ولا يعلمون ان الجماعه عالم متمسك باثر النبي صلى الله عليه وسلم والطريقه فمن كان معه واتبعه فهو الجماعه ومن خالفه فيه ترك الجماعه. میگه مردم نمیدانند که جماعت او کسی است که بر اثر پیامبر صلی الله علیه وسلم، بر راه و روش رسول صلی الله علیه وسلم کس چنگ زده باشه، کسی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه و از او پیروی کرده باشه او در جماعت است و کسی که با آنها مخالفت کرده باشه در حقیقت جماعت ترک کردگی است. و نعیم ابن حماد رحمه الله تعالی از ائمه سلف از میفرماید اذا فسدت الجماعه فعليك بما كانت عليه الجماعه قبل ان يفسدوا
و این کنت وحدک فانک انت الجماعة حینئذ. میگه زمانی که دیدی که مردم، جماعت اینجا مردم است، مردم فاسد شدن، مردم در بدعت و گمراهی، در فساد، در شرک کفر گرفتار شدن، پس لازم بگیر او جماعتی که فاسد نشده بودن. یعنی کدام جماعت؟ جماعت صحابه را لازم بگیر. و این کنت وحدک، اگرچه تنها بمانی، تو مسیر رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب بکو، مسیر صحابه را، مسیر کسانی که صحابه پیروی کردن، مسیر آنها را انتخاب بکو. و این کنت وحدک، اگرچه تنها بمانی، فانک انت الجماعة حینئذ، زیرا تو جماعت هستی در همین وقت، جماعت تو هستی، جماعتی که در حدیث گفته شده تو هستی در همین زمان. و حدیث دیگری است که حدیث مشهوری است، رسول صلی الله علیه وسلم خبر دادن: الاسلام بدأ غریبا و سیعود کما بدأ فطوبى للغرباء. رسول صلی الله علیه وسلم گفتن که اسلام با غریبی آغاز شد، اسلام با غربت آغاز شد. چه رقم با غربت آغاز شد؟ این شکل با غربت آغاز شد که از هر فرقه، از هر طایفه، از هر قوم یک مومن، دو مومن به این شکل بود. مثل که ابوبکر صدیق از قبیله خودش بود، عثمان رضی الله عنه از قبیله خودش بود، بلال حبشی از حبشه بود، صهیب رومی بود. سبحان الله. یا صحابه رسول صلی الله علیه وسلم اگر ببینیم، کسانی که بر رسول صلی الله علیه وسلم ایمان آورده بودند در ابتدای اسلام، اینها هر کدامشان از هر فرقه، از هر طایفه بودن، از هر طایفه یک نفر، دو نفر به این شکل ایمان آورده بودن. رسول صلی الله علیه وسلم میگن اسلام با غریبی آغاز شد، با سختی و مشکلات، با تک و تنهایی آغاز شد. و سیعود کما بدا، دوباره به اون چیزی که آغاز شده بود برمیگرده. چه رقمی که اسلام در ابتدا غریب شده بود، به همون شکل اسلام غریب میشه. باز طایفه مؤمنین کم میشن و مؤمنین بسیار کم باقی میمانند. همونطور مؤمنین از هر قومی، از هر طایفه، یک مؤمن، دو مؤمن به همین شکل باقی میمانند، مثلی که ابتدا آغاز شده بود. فطوبى للغرباء، پس خوش به حال غربا باشه. و غربا را که در احادیث رسول صلی الله علیه وسلم توضیح دادن که غربا چه کسانی هستند، در چندین احادیث بیان شده. در بعضی از احادیث آمده که الذین یصلحون اذا فسد الناس، غربا کسانی هستند که زمانی که مردم فاسد میشن، فساد مردم چی است؟ در کفر و شرک است، در فساد و فحشاست، در گرفتاری بدعت ها و خرافات ها و پیروی از هوا و هوس ها می باشه. زمانی که مردم از مسیر حق دور میشن، این مردم غربا کس میان اصلاحات میارن، این مردم کس اصلاحات میارن، خودشان مصلح هستن و سعی میکنن که دیگه مردم را در راه اصلاحی دعوت بکنن و سوق بتن. و در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه وسلم غربا بیان میکنن چی کسانی هستن؟ النزاع من القبائل، کسانی هستن که از هر قبیله چیده شده هستن، چیده شده ها از هر قبیله هستن. گفتم از هر قبیله یک مؤمن، دو مؤمن به این شکل هستن، به این شکل مؤمنان بسیار کمی هستن. و می فرمایند در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه وسلم میگن اناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر من یعصیهم اکثر ممن یطیعهم. این مردم غربا مردمان بسیار اندکی هستند، در بین مردمان بد بسیار زیاد. کسانی که از اینا اطاعت میکنن کمتر هستند از کسانی که معصیت میکنن و نافرمانی اینها را میکنن. و در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه وسلم میگن والذین یفرون بدینهم من الفتن، غربا کسانی هستند که از فتنه ها میگریزن به دینشان. دین چی است اینجا؟ دین اسلام است، توحید است، دینی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده، مسیر صحابه است. و در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه وسلم میگن والذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی، غربا کسانی هستند زمانی که مردم سنت مرا در فساد میبرن، سنت به بدعت تبدیل میکنن، بدعت ها را به عنوان سنت ها قرار میتن، این مردم میان یصلحون، اصلاحات میارن. والذین یصلحون حین فسد الناس، و در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه وسلم میگن و غربا کسانی هستند زمانی که مردم فساد میکنن، این مردم میارن اصلاحات میارن. فطوبى یومئذ للغرباء اذا فسد الناس. یک حدیث دیگری که رسول صلی الله علیه وسلم بیان کردن، خوش به حال او غربای باشه که غریب هستند زمانی که مردم فاسد میشن، زمانی که مردم از دین رسول صلی الله علیه وسلم دور میشن، در بدعت ها، خرافات، شرکیات و کفریات گرفتار میشن. و در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه وسلم میگن الفرارون بدینهم یبعثهم الله تعالی مع عیسی ابن مریم علیه السلام طوبى للغرباء. رسول صلی الله علیه وسلم میگن غربا کسانی هستند که به دینشان فرار میکنن و الله تعالی اینها را با عیسی ابن مریم علیه السلام برمیگزینه در آخر زمان.
الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك و یعملون بالسنة حين تطفى. و در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه وسلم بیان میکنن غربا چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که به کتاب چنگ میزنن. زمانی که کتاب مردم ترک میکنن اینها به کتاب چنگ میزنن و به سنت عمل میکنن. زمانی که سنت خاموش میشه این مردم هم به سنت عمل میکنن. و الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله غربا بگردانه، از جمله همین کسا بگردانه. در حقیقت غریب زندگی کردن بسیار سخت است. در حقیقت این حدیث به خود تطبیق کردن بسیار سخت است. و در حدیث دیگری است که رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند که زمان میآید که القابض علی الدین کالقابض علی الجمر. کسی که دین محکم میکنه مثل کسی است که چوب آتش یا قوق آتش به دست خود گرفته باشه، به همون شکل میشه. یعنی گرفتن دین، زندگی کردن با ولا و برا، زندگی کردن با مؤمنین، زندگی کردن ولا و برا را مراعات کردن، با توحید زندگی کردن، در مسیر صحابه زندگی کردن مشکلات های زیاد بر انسان ها میاره. ما امروز میبینیم کسانی که توحید قبول کردن، کسانی که منهج رسول صلی الله علیه وسلم، منهج صحابه را اختیار کردن، در مشکلات های زیاد، در سختی های زیاد قرار دارن. الله سبحانه و تعالی مشکلات همهشان آسان بگردانه. الله تعالی مشکلات همه مؤمنین آسان بکنه. الله تعالی ما را از این غربتی که قرار داریم، الله تعالی به این غربتی که ما قرار داریم اجر بده و ما را از طایفه غربایی که در حدیث رسول صلی الله علیه وسلم بیان کردن از این طایفه ما را قرار بده. و در کتاب الحجه فی بیان المحجه از اسحاق ابن ابراهیم الحنظلی روایت میکنم که از او در مورد این حدیث رسول صلی الله علیه وسلم پرسیده میشه. حدیث دیگه است که رسول صلی الله علیه وسلم گفتن که لا تزال طائفه من امتی قائمه بالحق ظاهرین علی من سواهم الى یوم القیامه. پیوسته طایفه از امت ما در راه حق قرار دارند و این مردم که از کامیاب می باشن، پیروز می باشن بر دیگه، بر کسانی که با آنها دشمنی میکنن الی یوم القیامه، تا روز قیامت. از اسحاق ابن ابراهیم الحنظلی رحمه الله تعالی در مورد این حدیث پرسان میشه که این طایفه چی کسانی هستن؟ میگه الطائفه دون الالف، این طایفه که از به 1000 نفر نمیرسن. سبحان الله. میگه این طایفه کس به 1000 نفر نمیرسن. و سیبلغ هذا الامر الى ان لا يبلغ عدد المتمسكين بما كان عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم الا دون الالف. میگه زمان میرسه این طایفه کس، کسانی که با آن چیزی که رسول صلی الله علیه وسلم بودن، در مسیری که رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن، کسانی که به این مسیر چنگ میزنن و عمل میکنن و تعدادشان به 1000 نفرم نمیرسه. الا یعجبهم کثرت اهل الباطل. میگه آگاه باشین در روز زمان که از کثرت اهل باطل، زیادی اهل باطل شما را به تعجب نندازه. تعجب نکنین چرا امروز باطل زیاد است، تعجب نکنین چرا فرقه ها زیاد است، تعجب این نکنین چرا دشمنای ما امروز زیاد است، مخالفین ما امروز زیاد است. چون زندگی کردن در مسیر صحابه، زندگی کردن در مسیر رسول صلی الله علیه وسلم، انتخاب کردن مسیر رسول الله و یارانشان به همه قسم میشه. چه رقمی که رسول صلی الله علیه وسلم در حدیث توضیح دادن، گفتن غربا میشن، غریب میشن، چه رقمی که سلف ما توضیح دادن باید به همه شکل شود. و محمد ابن علی الطایی در کتاب الاربعین از تعداد زیادی از علما نقل میکنه، از علمای مشهور امت مثل عبدالله ابن مبارک، احمد ابن حنبل، یزید ابن هارون، ابراهیم ابن حسین، نقل میکنه که المراد بالطائفه المذکور فی الحديث هم اصحاب الحديث و اهل الاثار. میگم منظور از این طایفه‌ای که رسول صلی الله علیه وسلم گفتن طایفه‌ای که نجات پیدا میکنه، میگه اینا کسانی هستن اصحاب الحديث، اینها یاران حدیث هستن، اینها اهل الحدیث هستند، کسانی که به حدیث رسول صلی الله علیه وسلم چنگ میزنن. و اهل الاثار کسانی که هستند که به اثر چنگ میزنن، اثر صحابه چنگ میزنن، به اثر کسانی که از صحابه پیروی کردند. طایفه که از کسانی هستند که در مسیر صحابه قرار دارن، از اصحاب حدیث هستند، اهل حدیث و اهل اثر میباشن، اهل دلیل میباشن. دلیل از چی کسی؟ دلیل از رسول صلی الله علیه وسلم و از یارانشان و کسانی که از صحابه پیروی کردند. میگه اینها کس در راه الله از ملامتی کسی نمیترسن. و جعل المعقول تبعا للمنقول، و عقل خدا تابع نقل کردن، عقل خدا تابع قرآن و حدیث و اقوال صحابه کردن در شریعت، در تمام مسائل، چه در تمام مسائل عقیدتی باشه، مسائل احکام باشه، مسائل حلال و حرام باشه. از پیش خود نظر ندادن، از پیش خود مذهب جور نکردن، از پیش خود رأی ندادن، بلکه خود در مسیر رسول صلی الله علیه وسلم، در مسیر صحابه قرار دادن. الله سبحانه و تعالی ما را از جمله اهل حدیث بگردانه. الله سبحانه و تعالی ما را از جمله همون طایفه‌ای که رسول صلی الله علیه وسلم بیان کردن، طایفه ناجیه، طایفه منصور، از اونها بگردانه.
الله تعالی خاتمه ما را با توحید با ملت ابراهیم بکنه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.